کم نیستن رپرایی که ادعا میکنن توی خیابون خیلی فعالن، همه ازشون میترسن و قبلا مثلا آدم کشتن، ولی خب بیشترشون دروغ میگن، بیشترشون توی نقشن، دارن فیلم بازی میکنن، در مورد کارهایی حرف میزنن که هیچ وقت انجام ندادن. آدمای دیگه شاید اون کارا رو کردن، اینا فقط دارن قصه میگن. من وقتی اولین بار اسم کینگ وان رو شنیدم فکر می‌کردم یکی از این آدماست. یعنی برای خودش یه سری داستان سرایی داره، گندگوزی داره، واقعی نیست حرفایی که میزنه. مثلا بگه 7 نفر رو من کشتم، حتما داره چرت و پرت میگه، داره الکی بزرگنمایی میکنه. حالا مثلا توی خیابون یه بار مثلا چه میدونم به یکی مشت زده، نهایتش کارش همینه. بیشتر رپرها همینن. ولی خب یه ذره که گذشت، بعد از مرگش بود که من تازه فهمیدم توی آهنگاش این آدم اتفاقا شاید حتی کمتر از اون کارهایی که کرده رو داره نشون میده به ما. امروز میخوام در مورد رپری حرف بزنم که به عنوان یه قاتل سریالی واقعی تو خیابون فعال بود و زمانی که حتی یه رپر معروف هم میشه هیچ کدوم از بادیگارداش و سکیوریتیش به اندازه خودش خفن نیستن. ماجرای کینگ وان. کینگ وان در 1994 در جنوب شیکاگو به دنیا میاد. محله‌ای که اینا توش زندگی میکردن به اسم او بلاک شناخته شده بود، چون یکی از افراد جنگ مخالف که حالا یه محله نزدیک اینا بود اومده بودن فردی به اسم اودی پری رو از محله او بلاک کشته بودن. از اون موقع به بعد این محله رو صدا میکردن او بلاک. و این بزرگوار حالا در یه فضایی به دنیا اومده که جنگ بین گنگ ها خیلی جدی ادامه داره. یه اتفاق هست که خیلی تاثیرگذار، تعیین کننده است در آینده کینگ وان. شب تولد 18 سالگیش 9 آگوست 2012 ظاهرا با یه دوستی به اسم وایتی، اینا مثل اینکه رفته بودن خرید کنن، دو تایی رفته بودن بیرون مغازه‌ای، حالا رسیده بودن. کینگ وان میره تو که خرید رو انجام بده، صدای گلوله میشنوه، صدای تیراندازی میاد. وقتی برمیگرده میبینه که وایتی افتاده و داره جون میده و همون شب تموم میکنه. یعنی روز تولد 18 سالگی کینگ وان روزیه که رفیقش رو از دست میده و خودش ادعا میکنه که از اون به بعد تبدیل شد به یک دیمان، یعنی یک شیطان، و واقعا هم مثل شیطان از اون به بعد رفتار میکنه. فضایی که عملا کینگ وان داره در اون زندگی میکنه وضعیتیه که محله اونها خیلی ها رو از دست داده. اسمایی که حالا مثل اودی پری، خود وایتی، پاتون، اینا حالا اسمایی هستن که حالا بعدن در ترانه هاش هم بهشون اشاره میکنه کینگ وان و تصمیم میگیره انتقام اینا رو بگیره. تصمیم میگیره که تمام قد وارد این جنگ خیابونی بشه. یه رفیقی داره در این دوره به اسم تیروی. این تیروی هم خیلی فعال در خیابون. حالا اینکه کدوم یکی از این دو نفر اول فعالتر بود و اون یکی رو هول داد به سمت فعالیت خیابونی سواله، ولی ظاهرا این دوتا خیلی در همون تابستون 2012 شروع میکنن فعالیت‌های جدی کردن در خیابون. همزمان در 6 سپتامبر کینگ وان فعالیت‌های توییتری خودش رو هم شدت میده. یعنی اینا حالا کاری که انجام میدن و حالا در ماه‌های بعد میبینیم ادامه پیدا میکنه. کینگ وان و تیروی میرن جنایت مرتکب میشن تو خیابون و بعد میان توی توییتر در موردش حرف میزنن. اولین کار عجیبی که ظاهرا کینگ وان انجام میده در 6 سپتامبر 2012 در ماشین پلیس که حالا دستگیر شده به جرم داشتن سلاح دارن میبرنش بازداشتگاه، از خودش سلفی میندازه و تو توییتر منتشر میکنه. از همون موقع ظاهرا مشخصه که کارهایی در خیابون انجام داده. یعنی در سپتامبر 2012 کارهای خلاف اساسی انجام داده. یه زمانی توییت میکنه که من و تیروی نباید زود بمیریم، چون اگه بمیریم در لحظه حتما میریم جهنم. چند روز بعد 13 اکتبر 2012 یه توییت میزنه، میگه خسته شدم از بس کسی رو نزدم. دقیقاً اصطلاحی که به کار میبره تو انگلیسی اینجوری معنی میده، یه جوری انگار دو پهلوه. معلوم نیست منظورش اینه که یه مدت طولانیه که با کسی سکس نداشتم یا منظورش اینه که یه مدت طولانیه که کسی رو نکشتم. و چند ساعت بعدش توییت میزنه یکی بیاد و دوباره چند ساعت بعدش توییت میزنه ها HA. همزمانی این توییت ها با جنایتی که در اون محله داشت رخ میداد خیلی جالبه. در ساعت 9:30 همون شب یه فردی به اسم مدل از گنگ طرف مقابل کشته شده بود و شاهدها بعدها به پلیس گفتن که مثل اینکه کینگ وان و تیروی همون اطراف بودن. توییت ها که از کینگ وان در اومده که ساعت 10:58 شب، یعنی یه ساعت خورده‌ای بعدش. حالا میبینیم در موارد بعدی کینگ وان سریعتر توییت میکنه که شک و شبهه به وجود نیاد اون وسط چی شده، یعنی برای همه معلوم باشه که کی کار رو انجام داده.
یه ساعت بعد از این ماجرا هم دوباره توییت میکنه که دور و بر ما امن نیست. این اولین باره که داره اعلام میکنه ما زدیم، ما کشتیم. و چون ادعای دیگه هم نیست، کس دیگه ای نمیاد بگه مثلا نه کار من بوده یا مثلا کینگ وان تو دروغ میگی، احتمالا واقعا کار خودش بوده. اینا آدمایی هستن که واقعا دوست دارن کردیت بگیرن، اعتبار بگیرن از قتل‌های خیابونی. اگه یکی دیگه بیاد قتلی که اینا کردن رو مثلا گردن بگیره و باش پوز بده، حتما اعتراض میکنن. ظاهرا هیچ اعتراضی نیست، واقعا مثل اینکه کینگ وان و تیروی کار رو انجام دادن. در اعتراض به این کاری که حالا کینگ وان کرده بود، یه فردی، یه خانومی به اسم کی آی میاد محله اوبلاک رو میبنده به گلوله، که حالا ظاهرا هدفش این بوده که هر کسی شد از اوبلاک رو بکشه در اون صحنه. این کی آی برای خودش خیلی آدم جالبیه، یه دختر 16-17 ساله است، گنگستر از طرف مقابل. میگن ظاهرا حالا تا چند سال بعد چیزی هولوش 20 نفر آدم رو از اوبلاک کشته. یه گنگستر جدی تمام عیاره و برای مثلا خونخواهی مدل اون شب اومده بود که تو اوبلاک آدم بکشه. معلوم نیست حالا موفق شده یا نه، ولی میبینیم که در ادامه داستان آدم مهمیه. پس حالا ظاهرا توی لیست آدمایی که کینگ وان کشته حداقل ما میتونیم مدل رو بذاریم. حالا کینگ وان چند روز بعدم دوباره ادامه میده مسخره کردن مدل رو در توییتر. هی میپرسه کی اینو کشته، کی مدل رو کشته، انگار که حالا مثلا دقیقاً واقعا میخواد که بقیه تایید کنن که تو کشتیش. و اونقدر مثل اینکه این داستان رو ادامه میده که واقعا پلیس هم میاد سراغش. ولی خب پلیس در مناطق مثلا جنوب شیکاگو خیلی کارش سخته، چون کسی نیست که شهادت بده علیه طرف و خیلی هم پلیس حالت معمولی حضور فعال نداره، نمیتونه بفهمه که اون قتل واقعا توسط کینگ وان انجام شده یا نه. به خاطر نداشتن مدارک ولش میکنن. حالا همون موقع سال 2012 زمانیه که تازه رپ شیکاگو، رپ دریل داره جذاب میشه. چیف کیف به عنوان اولین رپر جدی شیکاگو در این سبک داره کار منتشر میکنه. قبلا I don't like رو داده، خیلی آهنگ خفن و باحالیه و چون حالا خیابونی خودش از اوبلاک در اومده، خیلی رپرهای معروف شروع میکنن تلاش برای اینکه نزدیک بشن به فضای رپ گنگستری شیکاگو، چون کردیت خیابون رو لازم داشتن، مثل کانیه وست، بعدن دریک. و اون حالا معروف شده بود در اثر حالا خوندن در مورد وضعیتی که تو اوبلاک هست. همون موقع ترانه‌ای منتشر میکنه به نام لاو سوسا. کینگ وان توییت میزنه که این رپرها دارن با کارهایی که ما انجام میدیم تو خیابون پوز میدن، یعنی کارهایی که اینا تعریف میکنن ما انجام دادیم. 30 اکتبر 2012، یعنی مثلا در نظر بگیر 10 روز بعد، یه توییت میزنه کینگ وان میگه که تیروی داره ازم جلو میزنه. حالا اصلا معلوم نیست این وسط چند تا آدم کشته شده ها، یعنی ما آمارشو نداریم. ما فقط داریم در مورد کیسای صحبت میکنیم که شواهد اساسی داریم که کینگ وان توش نقش داشته. این وسط چی شده، تیروی چند تا رو کشته، کینگ وان چند تا رو کشته، واقعا نمیدونیم. فقط اینجا الان حالا توییت زده که تیروی داره جلو میزنه و روز بعدش 8:45 صبح کینگ وان توییت میزنه که آمار رو چک کنیم. 9:13 AM، یعنی تقریبا کمتر از نیم ساعت بعد از همین توییت، یه فردی به اسم P5 کرک دوباره از گنگ مخالف کینگ وان کشته میشه. ظاهرا همون دقیقه کینگ وان یه توییت میزنه و میگه که کاری کردیم که کونش 40 تا قلط خورد. چند دقیقه بعدش هم دوباره یه توییت میزنه، میگه پرنده صبحگاهی کرم گیرش میاد. یعنی دیگه چجوری میتونه طرف اعلام کنه که کار من بود؟ و ظهر همون روزم یه توییت دیگه میزنه، میگه که من این کار رو میکنم برای اودی پری، وایتی و همه اون افرادی که از محله ما کشته شدن. من انتقام اونا رو دارم میگیرم. حالا رسیدیم آخر اکتبر دیگه. حالا ظاهرا حداقل 2 نفر توی لیست افرادی هستن که کینگ وان کشته، P5 کرک و مدل. یه توییت میزنه میگه تو اکتبر مدل و P5 کرک بودن، تو نوامبر کی قراره باشه؟ یعنی نه فقط این داستان قتل و جنایت و اینا رو نمیخواد متوقف کنه، شاید میخواد حتی شدت بده. تو 1 نوامبر توییت میزنه که الانا من به مرحله‌ای رسیدم که وقتی یکی میخواد آدم بکشه میاد سراغ من. یعنی برای خودش شده یک گولاخ محله. این موقع هم هست که برای اولین بار در مورد سریال صحبت میکنه. میگه من سریال دوست دارم. فازش اون موقع خیلی مشخص نیست. بعدها مردم حدس زدن که منظور از سریالی که اینجا میخواد بگه اینه که واژه سریال رو بیاره تو ذهن آدم، به معنی کسی که حالا میخواد بگه من یه قاتلی که به صورت سریالی داره آدم میکشه. 2-3 نفر رو هم تا الان کشته.
بنابر تعریف دیکشنری هم سریال کیلر کسیه که در یه بازه زمانی بلند حداقل 3 نفر رو کشته. احتمالاً کینگ وان در این مرحله در این زمان واقعا این کرایتریا رو پس میکنه، یعنی واقعا این شرایط رو داره که بهش بگن سریال کیلر. بعد از اون هم حالا میبینیم در توییتر و جاهای مختلف در مورد این سریال صحبت میکنه. وقتی که حالا کینگ وان زیاد شلوغ میکنه تو توییتر، هی میپرسه ترهیم کیه. مثلا وقتی حالا رفتن کرک رو زدن، یه جوری انگار داره لات بازی میکنه، توهین میکنه به این کشته شده ها. اون موقع است که کی آی میاد، هم کی آی هم خانومه بود که از گنگ مخالف بود، توییت میزنه، لیست میکنه افرادی که اینا از اوبلاک کشتن. حالا مثلا اسم اودی پری رو میبره، وایتی رو میبره و میگه ما هم زدیم، اینجوری نیست که فقط شما باشید. در 8 نوامبر 2012، یعنی مثلا یه هفته بعد از همه این داستانا، 12:45 ظهر، یه توییت منتشر میشه از تیروی که توش گذاشته #بنگ. چند دقیقه بعدش خبر تیر خوردن یه فردی از گنگ مخالف شنیده میشه به اسم باسترل. این بزرگوار ظاهرا اول زنده میمونه، میبرنش بیمارستان و بعد تازه حالا مسخره کردن تیروی و کینگ وان شروع میشه. تیروی توییت میکنه که زدیمش، من داون، یعنی انداختیمش. کینگ وان در جوابش مینویسه تلاش. منظورش اینه که داره مسخره میکنه، تلاش طرف برای زنده موندنش رو داره مسخره میکنه. دا استراگل، یعنی مثلا اون زحمتی که داره میکشه که زنده بمونه. ولی خب این فرد زنده نمیمونه، همون شب از دنیا میره. این رو هم احتمالا باید بذاریم تو لیست افرادی که کینگ وان و تیروی در کشته شدنش حتما یه نقشایی داشتن. حالا اینکه واقعا مثلا تیر نهایی رو کی میزنه در این داستانا شاید هیچ وقت نفهمیم، ولی درگیری جدی داره. در همه این داستانایی که تعریف میکنیم کینگ وان نقش جدی داشته، یا خودش تیر رو زده، یا اونجا بوده، یا حداقل کاملا در جریان ماجراها هست. بعد از این قتلم در مورد سیریال دوباره حرف میزنه و میگه بعد از کشتن سیریال میخورم. میخواد همون واژه سریال کیلر رو دوباره به یاد ما بیاره. اینم بگم مثلا ماشینگان کلی در دیس به امینم تو ویدیوش وقتی داره سریال میخوره همینو میخواد تو ذهن بیاره. میخواد مثلا بگه که کینگ وان میگفتش من بعد از قتل سریال میخورم، منم دارم وقتی که حالا امینم رو زدم این کارو میکنم. منظورش اینه من مثلا کشتم امینمو. خلاصه اینم وارد فرهنگ هیپ هاپ شد بعد از این کارهای کینگ وان. 19 نوامبر، یعنی 10 روز بعد، همین اتفاقا، یعنی به شعاع 10 روز داره آدم کشته میشه. قتلایی که کینگ وان درش نقش داره. 8:20 پی ام لیل جیمز از گنگ مخالف کشته میشه. کینگ وان 20 دقیقه بعدش توییت میزنه، مینویسه دلغک. و بعدش هم تیروی توییت میکنه دیروز کی کشته شد. دوباره انگار اینا دارن هم یه پاسکاری میکنن دیگه، یعنی میخوان این رو پررنگ کنن که ما زدیمش. تو همین ایامم یه توییت خیلی عجیب و غریب کینگ وان میزنه، میگه من تا حالا حداقل به 10 نفر تیراندازی کردم، حداقل 5 نفر رو مطمئنم کشتم. و چیزی که ترسناکه اینه که توصیف پلیس ظاهرا تطبیق داره با حرفی که میزنه. اینم بگم که در آگوست و سپتامبر همون سال 2012، حالا قبل از اینکه این توییت بازی‌ها شروع بشه و این شواهدی که ما داریم حالا اینا ایجاد بشه، در قتل 2 نفر حداقل کینگ وان ظاهرا نقش‌هایی داشته. یه فردی بود به نام کینگ داک و یه فرد دیگه به اسم دیرتی ریل. میگن کینگ وان در قتل اونها هم نقش داشته. در اواخر نوامبر، حالا بعد از اینکه این همه کینگ وان شروع کرده بود، بالاخره پلیس میاد سراغش. دنبال یه بهانه‌ای بودن که یه مدتی لااقل کینگ وان رو حذف کنن. اگر نمیتونن به جرم قتل بگیرنش، لااقل یه جرم دیگه‌ای بهش نسبت بدن، بتونن یه مدتی حذفش کنن. و این کارو موفق میشن انجام بدن، چون همیشه سلاح داشته دیگه. میرفتن میگرفتنش، میدیدن دوباره سلاح داره، گرفتن، دستگیرش کردن، انداختن زندان. از نوامبر 2012 تا فوریه 2014، تقریبا مثلا 1.5 سال این بزرگوار میره زندان. تو همین مدت هم هر وقت مرخصی داشت، یعنی مثلا هر وقتی که میتونست توییت بزنه میگه که من اگر بیام بیرون بیشتر میکشم، یعنی و میگه منو باید زندان نگه دارن وگرنه وقتی بیام بیرون حتما دوباره قتل انجام میدم. یه چیزی که حالا در این مدت زندان بودنش جالبه اینه که ظاهرا کینگ وان از خواهرش خواسته بود بره به کی آی، همون خانم گنگستری که طرف مقابل بود، پیام بده، ازش بخواد که بیاد به ملاقات کینگ وان. یعنی کینگ وان این رو خواسته بود که خواهرش منتقل کنه به کی آی. کی آی حالا لات بود، این کار رو انجام نداد، یعنی ذرا مسخره کرد کینگ وان رو همون موقعی که کینگ وان زندان بود. ولی اینکه بین کینگ وان و کی آی چی میگذشته یه موضوعی که شاید واقعا خدا میدونه. کینگ وان ظاهرا واقعا تو توییتر باش لاس میزده،
بعدها فاش شد که بهش مسیج میداده، ابراز علاقه کرده بود بهش. حالا میبینیم وقتی از زندانم میاد بیرون باز ابراز علاقه بهش میکنه. ولی بعضیا میگن که اون فقط داشت دون میپاشید که یه جوری حالا کی آی رو جذب کنه، ببینتش تا بتونه بکشتش. یعنی به عنوان یک گنگستر طرف مقابل میدیدش، دنبال این بود که بکشتش و علاقه حالا بین مثلا پسر دختری بینشون نبوده واقعا. حالا کی آی در جواب به این دعوت برمیگرده، میگه که ما یه روزی همدیگه رو میبینیم، یعنی من و کینگ وان یه روزی همدیگه رو میبینیم، ولی حالا اول بیاد بیرون، اون موقع است که حالا یه فرصتی حتما ما با هم ملاقات خواهیم داشت. منظورش اینه که یکی از ما باید اون یکی رو بکشه. وقتی هم که کینگ وان از زندان در اومد تو فوریه 2014 شروع کرد تو توییتر سراغ گرفتن از آدما. اولین نفری که ظاهرا ازش سراغ میگیره کی آیه، یعنی تو توییتر اسمشو تگ میکنه، میگه چه خبره، دلت برای من تنگ شده، و بعد حالا میره سراغ رفقای دیگه‌اش، رپرایی که اون موقع تازه معروف شده بودن، افرادی مثل چیف کیف و لیل ریس. لیل درک رو اون موقع تازه حالا مثل اینکه باش رابطه برقرار کرده بود، این دوتا با هم علاقه‌مند شده بودن. در مورد اون هم حالا باید در جای دیگه حرف بزنیم، ولی حالا لیل درک واقعا راغبه که نزدیک بشه به کینگ وان. کینگ وان واقعا تبدیل شده به یه هیولای خیابونی که رپرها واقعا دوست دارن اسمشون کنار این فرد قرار بگیره. توی زمانی که حالا دوباره آزاد شده کینگ وان، تیروی ظاهرا زندانه، یعنی تیروی هم حالا به جرم یه خلاف کوچیک دستگیر شده، انداختنش زندان. اون پایه‌ای که کینگ وان قبلا داشت رو الان دیگه نداره، رفیق میشه با یه فرد دیگه به اسم دیروز. اونم برای خودش لاتی بوده، آدمکش بوده و مثلا اهل این کارا بوده. یه روزی بهش میگه که ماشینتو بیار با هم بریم بیرون. در 28 مارچ، یعنی تقریبا یه ماه بعد، یه ماه خورده‌ای بعد، اینا با هم راه میافتن و میرن یه فردی به اسم لیل مارک رو ظاهرا در ترافیک گیر میارن و میکشن. این لیل مارک خودش یه رپر بود، قبلا دیست داده بود به اودی پری، همون فردی که حالا کشته شده بود، اسم اوبلاک از اونجا میومد، و لیل درک. حالا کینگ وان رفته ترتیبش رو داده. ظاهرا ماشین دیروز در محل جنایت دیده شده. قطعا کینگ وان در ماجرا نقش داشته. اینکه آیا شلیک نهایی کار کینگ وان بوده یا نه محل تردیده، نمیدونیم، هیچ وقت شاید نفهمیم، ولی در این داستان هم دوباره درگیر بوده و دخالت جدی داشته. گویا این بدبخت لیل مارک وایستاده بوده توی ایستگاه اتوبوس، بهش تیراندازی کردن که این اتفاق خیلی تلخ و یه جورای کمدیه. این بزرگوار برادر توکاست. توکا همونی که در 2011 کشته شد. این جنگ بین این گنگا با کشته شدن اون شدت گرفت. این فرد برادر همونم بود. اون توکا رو هم توی یه ایستگاه اتوبوس زده بودن. حالا کینگ وان رفته برادر طرف رو هم در یه ایستگاه اتوبوس دیگه زده. وقتی هم که این تیراندازی انجام میشه، دوباره کینگ وان یه توییت میذاره، ایموجی تفنگ و تیراندازی میذاره و عملا اعلام میکنه که ما در این داستان نقش داشتیم. فرداش هم لیل درک میره ظاهرا در همون ایستگاه اتوبوس یه ویدیو ضبط میکنه و میگه این جای بسیار ویژه‌ایه. یه همکاری عملا داره بینشون شکل میگیره دیگه. کینگ وان اومده کاری رو انجام داده که لیل درک واقعا دوست داشت انجام بشه. دشمنش دوست داشت که حذف بشه و کینگ وان این کار رو براش انجام داده. تو همین ایام یه مقداری توییت های بین کینگ وان و کی آی سمی‌تر میشه، عجیب و غریب‌تر میشه. کینگ وان تو این دوره خانومی و عزیزم و اینجور چیزا صدا میکنه کی آی رو، ولی کی آی لاتبازی در میاره. یه جایی هست که کینگ وان یه توییت میزنه Rest in peace جی مانی. جی مانی حالا یکی از رفقاشون بود که تیر خورده بود، کشته بودنش. کی آی توییت میزنه که اگه میشد یه بار دیگه از خاک درش میآوردم جی مانی رو، دوباره بهش تیر میزدم. یعنی نه تنها میگه که من کشتمش، بلکه اینجوری بهش بی احترامی هم میکنه. بعدم یه توییت خیلی معروف داره کینگ وان و میگه Rest in peace، یعنی rest in peace یعنی اینکه آسوده بخواب، Rest in peace یعنی در شاش بخواب. یه چنین معنایی داره. مسخره کرده اینجا و بعد اسم مدل و کرک رو میاره. دو تا فردی که احتمالاً با احتمال خیلی زیاد میتونیم بگیم که کینگ وان کشته بود. وقتی این توییت رو میزنه دوباره کی آی قاطی میکنه و لیست میکنه تمام افرادی که از اوبلاک خودش و رفقاش زدن. در این دوره شایعاتی هم زیاد شده بود که میگفتن کی آی شاید اصلا فردی بود که اودی پری افسانه‌ای رو اون کشته، چون بعد از اینکه این قتل رخ داده بود ظاهرا یه عکسی داشت دست به دست میشد که نشون میداد کی آی رو با سلاح معروف اودی پری، سلاح گرفته دستش، باش عکس انداخته. این باعث شده بود این تردیدها زیاد بشه، چون اگه یکی دیگه کشته بود اودی پری رو، خب نمیذاش سلاحش دست یکی دیگه باشه. این کردیت و این اعتبار رو سعی می‌کرد برای خودش نگه داره.
ولی کی آی حالا سلاح دستش بود، خیلی هم دیگه واقعا بهش جایگاه افسانه‌ای میدادن در ماجراهای شیکاگو. و یه توییتی هم میزنه کی آی در این دوره که شاید کینگ وان رو از ذره عصبانی میکنه، میگه که وقتی تو زندان بودی ما داشتیم رفیقاتو میکشتیم. بعد از اون در آپریل 2014 خیلی کینگ وان داره تلاش میکنه که به کی آی نزدیک بشه، ولی خب همیشه کی آی فازش اینه که ما یه روز تو خیابون همدیگه رو میبینیم، ما رو در رو میشیم، ولی حالا مشخص نیست چه اتفاقی میفته و چه زمینه‌ای وجود داشته. یه روزی توییت میزنه که همه ما میمیریم، کی آی میاد در توییتر مینویسه همه ما یه روز میمیریم و بعد لوکیشن دقیقش رو میذاره رو توییتر و ظاهرا چند دقیقه بعدش 9 تا گلوله بهش اصابت میکنه و میمیره. مثل اینکه کینگ وان به خیلی‌ها گفت همون موقع که کار من بوده، من زدمش. و خیلی از رپرها همون موقع به کینگ وان تبریک گفتن، مثل لیل ریس مثلا رپر مهمیه، یعنی همون موقع که چیف کیف شروع کرده بود کارش رو لیل ریس باش بود. وقتی کی آی میمیره میاد به کینگ وان تبریک میگه، یعنی همه تو خیابون واقعا فکر می‌کردن که کار کینگ وانه. احتمالاً هم واقعا همینطور بوده. پلیس اون موقع گزارش داد که کینگ وان در اون محله دیده شده. سال 2021 هم یعنی مثلا 7-8 سال بعدم گفت ما مدارک بیشتری داریم که اینی که زده واقعا کینگ وان بوده. ولی خب چون مدارک کافی نبود و این مثلا نمیتونستن شهادت کافی به دست بیارن، مثلا آدمای محله هیچ وقت نمیتونستن این رو در دادگاه ثابت کنن، به خاطر همین هیچ وقت به خاطر این داستانم دستگیر نشد کینگ وان. بعد از اون یه توییت میزنه میگه که حالا دیگه کی برای من دلش تنگ شه. دوباره داره تیکه میندازه به کی آی و این واقعیت که کی آی از دنیا رفته. ولی یه حرکتی میزنه حالا بعدن در چند سال بعدش که برای هر گنگستری قفله، یعنی واقعا حرکت سمیه. یه فیلمی بعدن ساخته میشه به نام The Secret Life of a Gangster Girl، یعنی زندگی مخفی مثلا یه خانم گنگستر در مورد زندگی کی آی. و حالا این داستان برمیگرده مثلا چندین سال بعدش که کینگ وان وارد فضای رپ شده. تو اون فیلم در اون مستندی که در مورد زندگی کی آی ساختن، کینگ وان میاد حرف میزنه و میگه که من خیلی دوستش داشتم، من خیلی بهش علاقه‌مند بودم و این واقعا جزو سم‌ترین کارهاییه که یه آدم ممکنه انجام بده. یعنی قاتل طرف اومده و عملا مسخره داره میکنه دیگه، کل اون سیستم و کل اون فیلم و اون مستند رو داره دست میندازه. حالا اینکه کارگردان واقعا میدونسته یا نه یه سواله، شاید اصلا واقعا میخواست از همین استفاده کنه، ولی با کمال بیشرمی اومد در مورد کی آی حرف زد، گفتش من بهش علاقه‌مند بودم، حیف شد که مرد. کینگ وان خلاصه جانور عجیبیه، یعنی واقعا خیلی مثلا میکشن به خاطر اینکه لازم دارن برای زنده موندن، راه دیگه‌ای ندارن برای بقا. ولی کینگ وان واقعا میکشت انگار که به خاطر اینکه لذت میبرد، حال میکرد از کشتن. این آدم مثلا لازم نبود بره سراغ کی آی، لازم نبود بره سراغ لیل مارک، کسی ازش انتظار نداشت، به خصوص بعد از اینکه حالا یه بار زندان رفته بود و این داستانا. این کارو انجام میداد چون دوست داشت. تو این دوره دوباره توییت میزنه که هیچ وقت نباید آزادم میکردن چون من برای جامعه خطرم. توییت میزنه که از صبح که پا میشم به فکر قتلم. یه توییت هم میزنه که برای آدمی مثل من 2 تا جا فقط وجود داره، زندان و جهنم. همین دوره است که یه مقداری هم دست میندازه رپرها رو، بهش میگن که حالا مثلا تو نمیخوای رپ کنی، که میگه نه من ترجیح میدم مثلا تو خیابون آدم بکشم تا برم رپر شم. واقعا در این دوره ردم داده، یعنی خیلی دیگه اوپن شده نسبت به این موضوع که در مورد این صحبت کنه که من مثلا آدم میکشم. یه نفر مثلا اینکه یه ویدیو گذاشته بود که توش نشون میداد کینگ وان از یه پنجره شروع میکنه تیراندازی کردن. خود کینگ وان این رو برداشته بود ریتوییت کرده بود، در اکانتش همین ویدیو تیراندازی خودش رو ریتوییت کرده بود. یعنی واقعا اوج بی‌ملاحظگی شده بود در این دوره. در 29 می 2014 یعنی تقریبا حالا 1 ماه بعد از همین داستانا، کینگ وان دعوت میشه به جشن تولد. جشن تولد یه فردی از آشناهای یه رفیقشون به اسم سی جی. این سی جی حالا با مادرش ظاهرا داشتن توی اون خونه زندگی میکردن، این تولد داشت برگزار میشد. کینگ وان سر میرسه و متوجه میشه در اون مراسم یا حالا اطرافش چند نفر از افراد جنگ مخالف هستن و شروع میکنه حالا نگاه کردن و شاید مثلا بهشون حالا گنگ ساین نشون دادن و اینجور چیزا، که مادر سی جی ظاهرا میاد اونجا ظاهر میشه، بهش میگه که اینجا جاش نیست، این کارو نکن، تو مهمونی ما. و کینگ وان بهش میگه نه من اصلا به هیچ عنوان من این کارو انجام نمیدم. ولی خب چیکار میکنه؟ میره بیرون، زنگ میزنه به یه رفیقی به اسم بیگ مایک، میگه ماشین تو بیار، میخوایم بریم سراغ یه سری آدم.
میرن خلاصه سلاحاشون رو میارن، دوتایی برمیگردن به همون محل. تماسی برقرار میشه بین کینگ وان و یکی از همون فک و فامیلای سی جی. اون فامیل حالا به کینگ وان میگه که اینجا بچه‌ها هستن، این مهمونی مثلا خیلی از افرادی که توش حضور دارن کودکن، خردسالن. کینگ وان بهش میگه برای من مهم نیست، ببرشون داخل، من میخوام کارمو انجام بدم. وقتی کینگ وان وارد میشه ظاهرا دنبال 2 نفر بوده از گنگ مخالف. 2 نفر اونجا بودن، یکی به اسم تیم و یکی دیگه به اسم مارکی. اینا وارد میشن، تیراندازی انجام میشه. هر 2 نفر تیم و مارکی بهشون تیر میخوره، آسیب میبینن. ولی یه نفر دیگه است که این وسط میمیره، یه فردی که گویا به این داستان هیچ ربطی نداشته، اتفاقی اونجا بوده، یه فردی به نام مالکوم استاکی. اون 2 نفر دیگه زنده موندن، اون 2 تا گنگ مخالف. ولی این بزرگوار متاسفانه از دنیا میره. همون شبم یه توییت میزنه کینگ وان و میگه من واقعا مشکل دارم، واقعا هم مشکل داره. یعنی اینجا دیگه رفته یه آدمی رو کشته که دیگه عضو گنگ هم نبوده، یه آدم رندومی بوده که داشته از تو خیابون رد میشده، این بدبخت رو کشتن. پلیس ظاهرا چند روز بعد میاد سراغ بیگ مایک و بهش میگه که چیکار کردی؟ مثلا اینکه حالا یه ذره فشار هم میارن به بیگ مایک. بیگ مایک میگه که آقا من اصلا نمیدونستم اونجا چه خبره، من اومدم تو. بعد کینگ وان شروع کرده تیراندازی کردن، منم شروع کردم تیر زدن. من فقط تیرام به یه نفر خورد، به تیم خورد، اونم مثلا پاش رو آسیب زدم و بعد مثلا اونم مثلا فرار کرد رفت یه جای دیگه. اینکه برای مالکوم چه اتفاقی افتاده، برای مارکی چه اتفاقی افتاده به من ربطی نداره. من فقط دنبال کینگ وان اومدم، مثلا نمیدونستم چه خبره، 4 تا تیرم زدم. یعنی اینجوری عملا داره اطلاعات میده به پلیس. فردا که پلیس میره با کینگ وان صحبت میکنه، کینگ وان اصلا انکار میکنه که من این آدما رو میشناسم. مثلا میگه که من بیگ مایک رو شاید مثلا 10 سال پیش یه بار دیدم، تولد رو که اصلا نرفتم، اون افراد گنگ مخالف رو اصلا نمیشناسم، کلا خودشو میزنه به اون رو، هیچ اطلاعاتی نمیده. از اون طرف اون افراد، اون سی جی و فک و فامیلش هم واقعا ناراحت بودن از کاری که کینگ وان کرده و ظاهرا اینجا تصمیم میگیرن با پلیس همکاری کنن علیه کینگ وان و میگن که آره اینجا اتفاقات داشت میافتاد، ما تماس گرفتیم با کینگ وان و اینا هم شروع میکنن اطلاعات دادن. پلیس بالاخره احساس میکنه حالا من یه پرونده قوی دارم که توش شاهد وجود داره و میتونم با استفاده از اون مثلا کینگ وان رو بکشم پایین، یه زندان طولانی مدت بهش بدم. اینا تصمیم میگیرن، میگن که آیه بیگ مایک که رفتی با کینگ وان، بیا ما با هم دیل کنیم. میگیم که شما مثلا در پرونده قتل دخالت نداری، هم یه مثلا 10-12 سال بهت میدیم به خاطر مثلا اینکه با سلاح اومدی و تیر زدی به اون تیم بدبخت، خودت هم قبول کردی، خودت هم گفتی که این اتفاق افتاده دیگه، از اون که نمیتونی برگردی. اون رخ داده، به خاطر اون 10-12 سال بهت میدیم. بعدم که 10-12 سال واقعا 10-12 سال که نیست، احتمالاً مثلا 6-7 سال بعد میتونی آزاد شی. بیا فقط شهادت بده علیه کینگ وان. بیگ مایک اینو قبول میکنه. حالا ما چی داریم در این پرونده؟ بیگ مایکی که میخواد علیه کینگ وان شهادت بده، احتمالاً بگه که قتل کار کینگ وان بوده و حالا سی جی و خانواده‌اش که حالا میخوان شهادت بدن علیه کینگ وان. یه سری اتفاقا میفته که این داستان حالا جور نمیشه، دادگاه کینگ وان خوب جلو نمیره. اولین ماجرایی که پیش میاد اینه که سی جی کشته میشه. اینکه حالا رفقای کینگ وان بیرون از زندان تو این ماجرا نقش داشتن یا نه، یا یه اتفاق بوده، خب تو اون محله‌ها چنین چیزایی ممکن بود بشه به هر حال، ولی خب به نفع کینگ وان شد. یه شاهد اساسی از ماجرا حذف شد. از اون طرف هم ظاهرا بیگ مایک دم دادگاه، زمانی که دادگاه رو دیگه ست کرده بودن، ماجراش رو قرار بود اجرا بشه، میگه نه من شهادت نمیدم، میگه من میکشم عقب، من در مورد این ماجرا حرف نمیزنم. اتفاقا به خاطر همین داستان علاوه بر اون 16 سال حبسی که به خاطر حمل سلاح و تیراندازی به تیم بهش داده بودن، یه 12 سال هم بهش اضافه میکنن به خاطر اینکه از این دیل اومده بیرون. 28 سال به بیگ مایک اون موقع حکم دادن که یه حکم سنگینیه، ولی خب اینا دوای درد سیستم قضایی نمیشه، چون کینگ وان رو دیگه هیچ کارش نمیتونن بکنن. کینگ وان هیچی رو قبول نکرده برعکس بیگ مایک و حتی نمیتونن بگن که حالا ما شواهد کافی داریم که این با سلاح رفته اونجا. یعنی حالا به جرم قتل و 2 فقره تلاش برای قتل برده بودنش به دادگاه، هیچی رو نتونستن ثابت کنن، هیچ. ولی خب تونستن یه مدت طولانی از فضای خیابون دور نگهش دارن تا دسامبر 2017 در زندانه، یعنی تقریبا چیزی هولوش 3 سال در زندانه و وقتی که آزاد میشه دیگه وارد فضای رپ میشه. لیل درک میاد دور و برش و یه زندگی جدیدی رو آغاز میکنه که حالا میدونیم
بدون خشونت نیست. یه ویدیو جالب حتما باید بسازم در مورد ماجرای بیف بین شیکاگو و آتلانتا، بیفی که میدونیم به کجا میرسه. اگه حالا نمیدونید شاید این جالبتر بکنه ویدیوی بعد رو، ولی وحشتناکترین بیف تاریخ رپه. یعنی شاید بزرگترین بیف تاریخ رپ بیف بین شرق و غربه، ولی مرگبارترین شاید همین بیف بین شیکاگو و آتلانتا باشه. بیفی که توش کینگ وان و لیل درک حضور دارن و یه سری هنرمندهای جنوب آمریکا مثل NBA یانگ بوی و کواندار راندو که حالا اینا داستان رو باید بعداً تعریف کنم. ولی حالا قبل از اینکه این ویدیو رو تموم کنیم یه ریویو بکنیم که چه آدمایی رو کینگ وان در این داستان کشته در این چند سالی که گذشته و ما سعی کردیم اینجا کاور کنیم. از سال 2012 یه احتمال خیلی زیادی وجود داره که در قتل مدل، در قتل P5 کرک، در قتل لیل جیمز و در قتل مالکوم استاکی این فرد مشارکت داشته به صورت جدی. یعنی اینا دیگه احتمالش تقریبا میشه گفت قطعیه که در قتل اینا مشارکت داشته، هیچ وقت به خاطرشون محکوم نشده. و KI قطعا KI یادم رفت، ولی شواهد زیادی هست که در قتل اینا مشارکت داشته و یه لیست بلند بالایی از آدما که حالا شاید در قتلشون مشارکت داشته. یعنی کینگ وانی که حالا میخواد وارد دنیای رپ بشه حداقل 4-5 تا قتل دیگه کرده، یعنی رو شاخشه. اونو دیگه نمیتونه واقعا کسی نمیتونه انکار کنه. به خاطر همینی که میگیم فرق داره، واقعا یه موجود متفاوتیه در تاریخ رپ. مرسی که نگاه کردید. شب یا روزتون بخیر.